جهالت آخوند مایفعلی. و پدر پیغمبر اکرم، جد پیغمبر اکرم، جد اعلای پیغمبر اکرم تا برسد به حضرت ابراهیم علی نبینا و آله، همه مؤمن بودن، همه مسلمان بودن، همه خداپرست بودن و هر کس خلاف این را بگوید آمده قصد این دارد به پیغمبر اهانت کنه، به پیغمبر جسارت کنه. این آخوند بی سواد نمیداند که اگر کفر یکی از اجداد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شود، هیچ ارتباطی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ندارد، چنانکه کفر پدر ابراهیم هیچ تأثیری در شخصیت ابراهیم علیه السلام نداشت. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. و یاد کن هنگامی را که ابراهیم به پدرش آزر گفت آیا بت‌هایی را عبادت می کنی؟ بیگمان من تو و قومت را در گمراهی آشکار می بینم. آیا از دیدگاه جناب آخوند قزوینی این اهانت به ابراهیم است؟ و از طرف دیگر پدر ابراهیم که کفر آن در قرآن ثابت شده یکی از اجداد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد، چرا آخوند قزوینی می گوید از ابراهیم تا ایشان و قبل از ابراهیم را حساب نمی کند؟ اگر از ابراهیم تا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهانت باشد، قبل از ابراهیم علیه السلام هم اهانت است. به هر حال جد است. و از طرفی بسیاری از یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سابقین اولین پدرانشان بر کفر بودند و بر کفر از دنیا رفتند. آیا این نقصی در آنهاست؟ الله عزوجل در قرآن می فرمایند لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. گروهی را که به خداوند و روز قیامت ایمان می آورند نخواهی یافت با کسی که با خدا و پیغمبرش مخالفت ورزیده است دوستی کنند، هرچند پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خویشاوندانشان باشند. اینانند که خداوند در دلهایشان ایمان را نگاشته است و آنان را به فیضی از سوی خود توان داده است و آنان را به باغهایی در می آورد که از زیر کاخها و درختان آنها رودبارها روان است و جاودانه در آنجا می مانند. خداوند از آنان خوشنود است و آنان نیز از او خوشنودند. اینان حزب خدا هستند. هان بدانید که حزب خدا رستگار است. از این آیه فهمیده می شود که امکان دارد یک انسان مؤمن کامل که بهشتی است پدرش دشمن خدا و دین خدا باشد.